روزی مردی سال خورده احساس کرد زمان رفتنش نزدیک شده است. با صدایی آرام به پسرش گفت: مرا به حمام ببر. پسر او را برد. شست و شو داد و آماده‌اش کرد. پس از آن پیرمرد تشنه شد و آب خواست. اما در خانه آب پاک نبود و پسر از روی بی‌توجهی آب مانده به پدر داد. پیرمرد آن را نوشید و اندکی بعد از دنیا رفت. سالها گذشت. همان پسر پیر شد و ناتوان. روزی او هم به فرزند خود گفت: مرا به حمام ببر. پسرش او را برد، اما این بار با بی‌احترامی و رفتار زشت با پدر برخورد کرد. وقتی کارش تمام شد، پیرمرد تشنه شد و گفت: برایم آب بیاور. پسرش آب گندیده برای او آورد. پیرمرد با اندوه نگاهی به فرزندش کرد و گفت: من به پدرم آب مانده دادم. خودم آب گندیده نوشیدم. اما تو امروز به من آب گندیده دادی. خودت چی خواهی نوشید؟ بدان که هرچه با پدر و مادر کنی، روزی همان را خواهی دید. خدایا، پدر و مادرهای ما را حفظ کن و سایه‌شان را از سر ما کم نکن.